ما ایرانی‌ها در گذشته‌های دور پیش از خواندن اشتها و داستان شوالیه‌ها حماسه زمستان رو داشتیم. با این تفاوت که شب چله نشانه امید و بازگشت روشنایی بود، پیروزی نور بر تاریکی. در فرهنگ کهن این شب را به زایش خورشید و ایزد نور میترا نسبت می‌دادند. در گاه شمار کهن ایرانی از آغاز دی ماه تا 10 بهمن را چله بزرگ می‌نامیدند. شب نخستین دی آغاز این 40 روز را جشن می‌گرفتند، چرا که باور داشتند نقطه اوج تاریکی آغاز شکست آن است. فال کوزه، رقص‌های آیینی، قصه‌گویی و شب‌نشینی از آداب این شب. فردای آن روز را خرم روز می‌گفتند. روزی که پادشاه از تخت پایین می‌آمد، لباس ساده بر تن می‌کرد و با مردم عادی به گفتگو می‌نشست. روز برابری و عدالت. با الهام از نگاه نیاکانمون 2 تمرین ساده رو توی کپشن نوشتم. قلم و کاغذ بردارید و این 2 تکنیک رو برای عبور از چالش‌های بزرگ زندگی و تغییر باورهای درونی انجام بدید.